دوستان گرامی حالا ما با اون جایی میرویم که جیوی متریات هست و اونجا ما رو انتظار هستن زیرا همون حجت‌نگاری برای روزنامه‌نگارا رو یعنی عقیدت کردن رو در اونجا برای مونیم تا که پگاه در بازی‌های جام آسیا شرکت کنیم. این شهر زیبا اونقدر افسونگر است که ما حتی راهی که محض برای ولسپیدرانان دوچرخه سواران جدا کرده شده است با همون میریم. اگر اینجا کسی ما رو بزند با همون دوچرخه‌اش ما مجازات میشیم، اونه ما رو مجازات میکنن. از این رو مردم اینجا در قطر هر کس برای خود میرود، یعنی برای پیاده‌گردان برای پیاده‌گردان، برای ولسپیدران برای ولسپیدران، برای شهرسواران و رانندگان مرحمت دو طرفی راه قانون‌دار است. این برج‌های بلند یا خانه و یا خود عبارت‌های بلند در اینجا من سر راه کینگ کنگ رو دریافتم. اما کینگ کنگ این نوبت رنگ از سرخ است. شاید عرب‌ها رنگ سرخ رو بپذیرند. ببینید یک لحظه. شهر دفع اونقدر بزرگ نیست، چون ما با شما گفتم ما باید با اون جای میرفتیم که در اونجا باید خود رو نامنویس میکردیم برای اشتراک در بازی‌های جام آسیا 2023. و نهایت یافتیم کأس آسیا قطر 2023 و ما اینجا میرویم و اون مجازات یا خود چی میگن کارت‌های خود رو برای درآمد و بازیکن دست کنیم. تا کدام درجه این به ما موفق می‌گردد نمی‌دونم، اما از اون جایی که مهمانخانه ما بود ما برآمدیم اگه 8 دقیقه است که ما راه رفته شدیم تا که یک بار تماشا هم کنیم و از اون شما هم لذت ببرید که چگونه این شهر با شیشه‌ها بنیاد شده است. خانه‌های شیشه‌ای اینقدر شیشه‌ها زیب میدن به خانه و ببینید ما این طرف یک میخوام شما توجه کنید ببینید همه شیشگی هستند. چرا شیشگی؟ شاید از درون بیتونی هم هستند برای زندگی کردن، اما اینجا تنها برای آفیس ها کارخانه ها ساخته شده است، بنیاد یافته است و اکثرشون خالی هم هستند.
اینجا مرکز مطبوعات های قطر یعنی کاسل آسیویه جام آسیا اویز به فوتبال است و ما اینجا اومدیم برای گرفتن کارت های اکریدیتاسیونی خود یعنی ما علاقه به خود داریم که از اینجا مستقیما گزارش های خود رو پیشکش بکنیم. خوب اینجا هم سید نوریدین همچنین پرویز نوریان هم اونجا هستن دیگر بچه‌های تاجیکستانی هم اونجا هستن که در این مسابقه اشتراک میکنن. بسیار شرایط خوب بسیار یک چی بگم اینجا نمایندگان خیلی زیادی هستند که محض با تلویزیون‌های گوناگون کار میکنن و با ما هم کریش نام بانوی همراه هست و همیشه ما رو پیگیری میکنه در دوام این بازی‌های جام آسیا 2023 که در شهر دوحه قطر برگزار می‌گردد و ادامه خواهد یافت. پایتخت قطر شهر بسیار شهر زیبا است، شهر دوحه و اینجا مرکز است، مرکز اساسی شهر است که اینجا برج نفت شمال، اینجا برج قصار، اینجا یک برج ارزدان و غیره. اما مهمانخانه ما هم در این نزدیکی است.